بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أسباب نجاة الأمة، أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک به عون الله سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله سببهای نجات این امت از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالی. در این رساله پربرکات شیخ چندین سببها را که باعث نجات این امت می باشند ذکر کرد، از جمله که آخران سبب را که این هم یکی از سببهای مهم و ضرور می باشد برای نجات امت، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بود، یعنی امر به کارهای پسندیده کردن و نهی از کارهای ناپسندیده کردن. پیش از اون که بارک الله فیکم، طوری که در درس گذشته گفتیم، یک کس به کاری پسندیده امر بکند باید که خودش شناس باشد به کاری پسندیده، و پیش از اون که یک کس را از یک کاری ناجویا منع کند باید که خودش از همون نهی چی از کاری منکر شناس باشد. نه، اکنون امروز درس ما دوام می‌یابد از آنجا که شیخ فرمود فالامر بالمعروف و النهی عن المنکر مشترک لا یعفى منه مسلم. خلاص امر به معروف و نهی از منکر این یک کار مشترک است. این کار چی است؟ کار مشترک است. معنی مشترک چیه؟ در این همه شریک است. فهمیدید؟ خیلی که گفت که در درسی گذشته که در راه میبینی که یک کس دزدی کرده شده است، باری دولت نمیکنی، دولت ملیسه دارد، دولت یعنی که امنیت دارد، من کارم چی نمیگوی. نه، این کار خطا است. امر به معروف و نهی از منکر این فقط وظیفه ملاها نیست. بارک الله فیکم، فهمیدید؟ فقط ملا یعنی امر معروف کن نهی منکر کند. امر معروف یک کار مشترک می باشد که لا یعفى منه مسلم، یگان مسلمان از این کار استثناء کرده نمی شود. یگان مسلمان بخشیده نمی شود که هر یک مسلمان موافق به مقام خودش، وظیفه خودش، منزلت خودش باید که امر معروف داند و نهی منکر داند. ملا یا که مسئولین دولت خانه به خانه گشته، مثلا گرم از خانواده ما و شما که از اونها یکون کار منکر صادر شده باشد یا که صادر می شده باشد، اگر از کجا می داند؟ ملا از کجا می داند که در خوجگی من، در خانواده من چی کار منکر است؟ بارک الله فیکم. هم خلاصه؟ بنابراین هر یک کس باید که حصه گذار باشد در این، یا که شریک باشد. لکنه بحسب الاستطاعه، ولی این مجبوری نیست که باید برای خاطر امر معروف کردن نهی منکر کردن تو باید که قرآن ازاد کردگی باشی، صحیح بخاری یا که کتب سته ازاد کردگی باشی. نه، فهمیدی؟ قدری توانایی. فصاحب البیت یغیر بالید، مثلا صاحب خانه میتواند که کار منکره به دستش تغییر دهد، به دستش یعنی که تغییر دادن میتواند. لأن له الید على اهل بیت، چون که دستی او فقط در خانواده خودش میرسد. فهمیدید؟ دستی خودش در خانواده خودش میرسد. اما این خوارجی ها و این حزبی ها باشند چه؟ دستشون از چنان دراز است که یعنی از خوجگی خودشون گذشته در رئیس دولت و در دیگه دولت ها رفته میرسد. این کار خطا است. با مهم آن است که کاش که تغییر داده توانه یک جای می ترکنن گریخت، ترکنده، قتل کرده، ترور کرده میگریزن. لأن له اليد على اهل بیت، چون که
صاحب خانه دست او فقط در خانواده خودش میرسد. فالله اعطاك اليد على اهل بیتک، بنابراین الله سبحانه و تعالی به تو دست داده است بالای خانواده خودت. فتخرج المنکر من بیتک، از خانه منکره به دستت برداشته تلویزیون را چیکار میکنی؟ میبرداری در قد کوچه میشکنی، بازارش نمیبری با دیگه کس فروشی. فهمیدی؟ از خانه خودت صورت ها را و چه کامره ها را خب چیزها را با تلویزیون گرفته خودت میده میکنی. تضربو، مثلا کسی گپ گرداند یا که نااطاعتی کنه لط میکنی و تعذب ادب میدی آموزنی او را. ولا احد یعترض علیک، یگان کس به تو اعتراض هم نمیکند و کردن هم حق ندارد. لانك راع على اهل بیتک، چون که تو راهبر هستی به خانواده خودت. فعلى المسلمین ان یقوم كل منهم بما ولاه الله. فهمیدی؟ با مسلمان ها واجب است که هر کدام ها موافق به همون مقامی که الله برای او داده است چیکار کند؟ بجا آرد هم وظیفه شد. فصاحب البيت مسئول عن اهل بیتی، صاحب خانه جوابگر از خانواده خودش. مدیر المدرسه مسئول عن مدرسه، مدیر مدرسه مسئول است از مدرسه خودش. و ما فيها من اسره التدریس و الطلاب، و همچی که در داخل با مدرسه است، مثلا گیرم از خانواده تدریس، یعنی که اسره گفته یعنی که مثلا گیرم از همون چی هر چیزی که مثلا گیرم معلم، یعنی معلم ها مسئول است خب از طلبه ها. مدیر الاداره مسئول عن الموظفین الذين يتبعون ادارته. نعم. مدیر یعنی که اداره هم چی مسئول است از همون کارگرهایی که تابع یا که تابع از اداره او می باشند. كل واحد عليه مسئولیت بان یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر، هر کدامه با او واجب است یا که مسئول است چیکار کند؟ امر به معروف بکند و نهی از منکر بکند. و يدعو الى الله بالحکمة والموعظة الحسنه، و دعوت به سوی الله بکند. فهمیدی؟ مردم دعوت به سوی الله بکند با حکمت و با موعظه خوب. اما من كان يسكت ويقول الواجب على فلان، اما اون کسی که گوید که اون کسی که سکوت میکند یا که میگوید که واجب و فلانه است، این دین در دوش من است، این وظیفه دولت، وظیفه امنیت گوید. لا یا اخی، شیخ میفرماید که نه برادری من، فلان علیه مسئولیه، فلانی بالای او مسئولیت هست، لكن انت عليك مسئولیه، ولی بالای تو نیز مسئولیت هست. فلا بد من هذا الامر، هذا سبيل النجاة للامه. انا من کار یعنی که ضرور حتمی است. فهمیدی؟ این راه یعنی که این امر گفته یعنی که امری به معروف و نهی از منکر، یا که این کار، این وظیفه بودنش در درون امت ضرور است که این راه نجات امت است. الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. و ان یقوم كل واحد من المسلمین بما یستطيع من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و باید که هر یک فرد مسلمان چنین میتوانستگیش امر به معروف بکند و نهی از منکر بکند، ولا یترکه، نباید که این ترک بکند. و هو یستطيع ابدا، فهمید؟ حالا که او میتواند، حتی ولو بقلبه، حتی گرچنده که به قلبش هم باشد، باید که امر معروف کند و نهی از منکر بکند. فلا احد یعجز ان ینکر المنکر بقلبه، فهمید؟ یگان کس عاجز نیست که منکر را به قلبش چیکار کند؟ انکار بکند. کسی به جز الله سبحانه و تعالی کسی از قلب تو خبردار هست مگر؟ انه یکره المنکر، شخص باید که به قلبش منکر را بد بیند و یبتعد عنه، از او دور شود، عن اهلی، از اهلی یعنی که همین منکر دور شود. فلا احد یعجز عن هذا، یگان کس از کردن این کار عاجز نمیماند. نعم یعجز عن الید، بله از دست یعنی عاجز، از دست یعنی که عاجز ماندن، یعنی که هر کس به دست منکر این کار کردن توانایی ندارد. فهمیدید؟
از دست انسان یعنی عاجز شدنش ممکن، یعجز عن اللسان، از زبان یعنی که عاجز شدنش ممکن، لكن القلب لا احد يعجز عن انکار المنکر بقلبه، ولی قلب باشد یگان کس عاجز نمیماند، ضعیف نمی باشد از انکار کردن منکر و قلبش. ولهذا قال صلی الله علیه و آله و سلم، بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل. پس از این یعنی که مادام که تو به زبانت یعنی که انکار نکردی یکون کار منکره، فهمیدی؟ مادام که تو به دستت که یک چیز چیکار نکردی، یک کار منکره انکار نکردی و با قلبت هم یعنی که چیکار نکردی، منکر انکار نکردی، پس از این از یعنی به حجم یکون یعنی دانی اذن هم ایمان نمیماند، فهمیدی؟ پس از وقت یعنی دیگه یکون ایمان نمیماند. بگو حدیثه یعنی یک جزئی درازه سه امام مسلم روایت کرده است. اما خلاص فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن. شیخ میفرماد که اون کسی که منکر را به قلبش نه چی؟ درازه نه. والذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، کسی که منکر را به قلبش انکار نمیکند مؤمن نیست. وليس في قلبه ولا حبة خردل من الایمان، در قلب چنین کس حتی به وزن دانی اذن هم ایمان ندارد. اذا رضی بالمنکر، خصوصا وقتی که وی به کار منکر راضی باشد، ولم ینه عنه، از کار منکر منع نکند، ولم یکره، و را بد نبیند بقلبه، به قلبش، فلیس فیه ایمان، در چنین کس یگان ذره ایمان نیست. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.